هذا النور شفاء صدور. به نام خداوند بخشاینده مهربان نهایت با رحم. اما بعد، حقوق شوهر بر ذمه زن را نیز لازم است که با شوهر خود معامله نیک کند، احترام نماید و با گفتار و کردار و رفتار خوب دل او را به دست آورد. در حدیث آمده است که جهاد زن معامله و معاشرت خوب کردن با شوهر است و صبر کردن به غیرت یعنی رشک و غضب است. شوهر به امید ثواب کند از الله تعالی. همچنین لازم است که و ضرور است که بر زن که 5 وقت نمازش را گزارد و روزه رمضان را دارد و ناموس خود را نگاه دارد و اطاعت و فرمانبرداری کند به شوهرش. حتی اگر گوید شوهر او را که سنگ را از کوه نزد من آر سر نتابد. گفت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که زن گزارد 5 وقت نماز را و روزه رمضان را دارد و ناموس خود را نگاه دارد و اطاعت از شوهر کند، داخل می شود به جنت بستانسرای پروردگارش. نباید زن از خانه مگر به اذن شوهر و جدا نشود از جایگاه خواب او، بلکه هر شب با شوهر در یک جایگاه خواب بخوابند. اگر باز ندارد شوهر او را و ندارد نزد شوهر، شخصی را که ناخوش می دارد شوهر همان شخص را، ناسپاسی و نافرمانی نکند شوهر را و نگوید که من هرگز از تو نکی ندیدم و باز ندارد نفسش را وقتی که طلب کند شوهر. اطاعت او را یعنی اگر طلب کند که شوهر بوسه جماع مانند اینها در زن واجب است که فرمانبرداری کند. دوستان، سخن را همین جا به پایان میرسانم. این بود کمی نصیحت برای خواهرانم. خداحافظ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.